بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العابد إنه أواب. صدق الله العلي العظيم. باز هم پیامبری دیگر، باز هم پیامی دوباره. کیست؟ کدام پیامبر؟ نمیشنوید؟ صدایشون در همه افلاک پیچیده. ایوب؟ او کیست؟ چگونه انسانی است؟ از او بیخبرم. با خبرم کنید، هرچه زودتر. هرگاه رسول تقدیس و تمجید شود، به یقین دوباره امت زنجیرهای خاک را دریده و بالهای پرهیزکاری از هم خواهند گشود. چه عذابی است! بس کنید، بس کنید، نمیخواهم بشنوم. بس کنید، نمیخواهم بشنوم.
از اینکه شما را به انتظار گذاشتم پوزش می‌طلبم. درون این کوزه ها قدری شیر است. این سکه ها نیز ناچیز است. امید که زندگی خیش را به کسبی سالم رونق بخشید. خداوند شما را حفظ کند. سپاسگزاریم. سپاسگزاریم. یلدد، مولای من. 2 گونه گندم بیاور. حتما. بانوی محترم، از شما سپاسگزاریم. از اینکه فرزندزاده یوسف پیامبر را به زحمت انداخته ایم شرمنده ایم. عفومان بفرمایید. خیر، چه زحمتی؟ آیا نیاز دیگری هست؟ بیش از نیازمان عطا کردید. سپاسگزاریم. الیفاز، مولای من. خدا نگهدارتان. اگر در شهر نیازمندی سراغ کردید ما را بیخبر مگذارید. خداوند به عمر و عزت ایوب بیفزاید. خداوند سایه شما را بر سر ما پایدار کند. خدا نگهدارتان. سپاسگزاریم. سپاسگزاریم. بروید به سلامت. مرحمت فرمودید. سپاسگزاریم. خدا به همراهتان. خسته نباشید. سپاسگزارم. سپاسگزارم. مولای من. خسته شدم. میدانم که اگر این انبان را تقسیم نکنیم پدر خشمگین می شود. میبینی که هرچه بیشتر میگردیم کمتر میابیم. اونگا عبدان، خسته شده اید ها؟ از پادر آمدیم. شما هم که مسکینی نیافته اید. همینطور است. دیگر نای گشتن برایمان نمانده. اگر نبی خدا خشمگین شد پاسخ چیست؟ نگران نباشید. او می‌داند که ما تلاش خیش را کرده ایم. شما بروید، ما پس از گشتی کوتاه میایم. بسیار خوب. من کنایه گشتن ندارم. برویم. این همه خود را رنج ندهید مولای من. تا او را
این مقام بالاست، مرا نیز این عذاب و رنج رواست. به زیرش میکشیم همانند دیگران. به همین سهولت نادان خیل سناگویانش را ندیدی؟ دیدم، اما نمیدانم از چه رو این جایگاه والا یافتیم. از آنجا که خدا را برای خویش مولا برگزیده، او راه نجات را به خوبی یافته است. هر که بدین جا وصل است محبوب نیز هست. اهل ملکوت که این گونه وجود مثالیش را اکرام میکنند، زمینیان با خود او چه میکنند؟ بیشک بسیاری به دو هدایت میشوند و همین رنجاور است. این که مشکل نیست، او هدایت میکند، ما گمراهشان میکنیم. ابتدا باید ریشه را زد، سپس پیروانش را. اینطور نیست؟ آری، کار آنان مشکل نیست. توان درکشان از قدر و منزلت ایوب کم است و زحماتش را زود فراموش میکنند. به راستی شما ایوب را بزرگ میدانید؟ مگر چون تو ابلهم که بر این همه تمجید و تکریم چشم فرو بردم. به راستی او بزرگ است. من احساس یأس میکنم. با این حساب چگونه با ایوب توان ستیزمان نیست؟ فراموش نکن، انسان سد نفوذ ناپذیر نیست. باید دید ضعف او در کجاست. که دانستن آن نیز مشکل نیست. درود بر سرورم شیطان بزرگ. خب چه خبر؟ خبرها خوشایند سرورم نیست. درنگ مکن. او را در زمین بهترین بنده خدا می‌دانند. او فرزند عبوس ابن عرضه ابن قیس است. تو بگو. او را عابدی می‌دونم که عبادتش از ریا مبراست. او را یار و یاور محرومان می‌خوانند. خاموش! تو بگو اهل کدام دیار زمین است؟ یکی از نواحی شام به نام بسمیه که در میان دمشق و رمله واقع است. او را ثروتمندترین مرد همه بلاد خویش می‌دانند. آنچنان که مکنت او را حساب نیست. نگفتم خواهم یافت؟ من هم اگر این همه ثروت و مکنت داشتم لحظه‌ای سر از سجده بر نمی‌داشتم، چون ترک عبادت خداوند همان و از کف دادن مکنت همان. او را 7 پسر درستکار و 3 دختر پاکدامن است با همسری زیبا و مهر به همراه کنیزان و غلامان و خدم و حشم. های هو در عرض فکنید، کوس بنوازید، در کرنا بدانید که چه؟ ما ایوب را همه چیز بخشیدیم تا بندی صالح و با ایمان شود و عجیبید که شده است. خاموش ببیز خبیث. این همه را از او جز برای خدا نمیخواهد و جز برای موسی نمی کند. آرزوی وصل با معبود معیار و میزانهای دنیایی را در هم میریزد و همه چیز برای انسان رنگ او را میگیرد. اینها همه حرف است. 1001 این همه نعمت چشم تاریک را بینا و ارواح مرده را زنده می کند. پس چرا زرمندان و زورمندان عالم خدا پرست نشده و ارواح مردهشان زنده نشد؟ این که به زیان من هستم و خواهم گفت
عیب آنان این بود که جاه و جلال خود را از جانب خدا نمی‌دانستند. ایوب چه؟ آیا او مکنت خود را از جانب خدا می‌داند؟ آری می‌داند، اما این را نیز می‌داند که اگر شکر آنها به جای نیاورد خداوند نعمات خویش را از او باز می‌ستاند و این گونه عبادت از روی طمع است نه اخلاص. تو برای کدام دلیل هزاران سال عبادت خدا می‌کردی؟ عبادت من خالصانه بود، تنها برای خدا. آیا جز این است؟ پس چرا تو که از مقربان درگاه بودی و آن مقام بالا داشتی بدین تاریکی و مذلت افتادی؟ انسان مرا از آن مقام به زیر کشید. او از من برتر نبود، به ناحق مقامش دادند. تو بر او رشت کردی، خودپسندی تو را به زیر کشید، نه انسان. مقام بالای او تو را به طغیان واداشت و از آن پس همیشه در کمین او نشسته ای و بسا انسان‌ها که دام تو بر آنها کارگر نیفتاد. و چه بسیار انسان‌ها که از دام من نرسته و دنیا را بر عقبی ترجیح دادند. ایوب مورد آزمون قرار می‌گیرد و تو وسیله این آزمونی. از آنجا که دنیا بهترین وسیله توست، لذا بر تمامی دنیای ایوب اختیار داری. نه دنیا رو کفایت نمی‌کند. همه چیزش را می‌خواهم، همه چیز. همه چیز جز قلب، زبان و چشم‌هایش. چرا که قلب جایگاه ایمان، زبان وسیله ذکر و چشم نگهبانش تا از گزند تو در امان ماند. بهتر از این نمی‌شود. از همکنون او در چنگ من است. او را شکست خورده بدانی. هر آن گونه که خواهی عمل کن. تو و هر آن کس که تو را پیروی کند در عذاب مخلد جاویدان خواهد ماند. یاران من، اینک نبردی دیگر با پیروان خدا. بتازید که پیروزی با ماست. سلام یا نبی خدا. سلام بر نبی خدا. سلام، زحمت کشیدید. کافی است. بچه ها نیامدن. دیر نشده، می آید. سلام پدر. سلام یوئیل عزیزم. سلام بر نبی خدا. سلام خزعیف. سلام مادر. سلام. خوشه بردار. نه حالا نه. امروز از صحف درس گرفتم. مبارک است. پس استاد درس از صحف ابراهیم علیه السلام را آغاز کرد. بله. خب بیا ببینم چه نوشته ای. بت‌های چوبین را که جانی نیست شما را به کار نیاید. خداوند یکتا را ستایش کنی. چه زیباست. قدر استاد خیش را بدان فرزند. حتما. خزعیف؟ بله. در درس یاریش میدهی؟ به دیده منت دارم. برو. نهارا چه میکنی دخترم؟ امروز طبخنان با من است. بگذار من هم کمکت کنم. نه پدر، به تنهایی میتوانم. انبان گندمت نزدیک به انتهاست. میروم پرش کنم. چه میکنید پدر؟ راضی به رنج شما نیستم پدر. چه رنجی بنچین؟ مولایمان نه. اگر اجازه ده. سلام بر همگی. سلام، خسته نباشی. سلام بر خواهر خوبم.
خسته نباشی. سلام هومن. سلام بوش. دیر آمدید، مادر نگرانتان بود. چه میکنی خواهر؟ چاره‌ای برای شکم‌های گرسنه شما. لب‌های تشنه را چاره کن، شکم‌ها صبورترن. حرم آفتاب و سنگینی بار رمقی برای ما نگذاشته. همینک آب خواهم آورد، به شرط لحظه‌ای تحمل. نبی خدا کجاست؟ حتما خود را به کاری مشغول کردی. ممنون. گوارا بود. سلام بر نبی خدا. سلام پدر. سلام عزیزانم. شما کی بازگشتید؟ پدر چه میکنید؟ تقاضا کرده بودیم که بار سنگین بر ندارید. سنگین؟ نه عزیزانم، چندان سنگین نیست. نه پدر، دیگر زمان آسایش شماست. اگر به زعم شما آنچنان پیر شدم که باید از کار معاف شوم، نگران نباشید. زمان معافیت دائم نیز خواهد رسید. خدا نیاورد آن روز را که بی شما لحظه ای سر کنیم. تنها دوست داریم که از این پس کارها را به ما واگذار کنیم. گفتم که پس از مرگ دست از کار خواهم کشید. تا زنده ام باید تلاش کنم. و ما هم نمیگذاریم. خواهیم دید. سلام پدر. سلام یا نبی الله. سلام عزیزانم. آنها چیست؟ مازاد غلاتی که برای مردم برده بودیم. مازاد؟ شما وارث مسئولیتی سنگین هستید. مردم شما را فرزندان پیامبر می دانند. اگر باور دارید که بار این مسئولیت به دوش شماست، پس این را نیز بدانید که آسایش زندگی مردم در سایه مرارت و از خودگذشتگی شما حاصل می شود ولا غیر. شما نیاز چند مسکین را برآوردید؟ 3 خانواده. و شما؟ 1 خانواده بیشتر نیافتیم. کارها را این گونه به شما واگذار کنم؟ امانت را این گونه به صاحبانش می سپارید؟ تمام این شهر را گشتیم و بیش از این نیازمندی نیافتیم. وای بر ما اگر امروز کودکی گرسنه سر بر بالین نهد. بیشک ما تلاش خیش را کرده ایم. امیدوارم این چنین باشد و شما در انجام وظیفه قصور نکرده باشید. فردا هم روز خداست. می توان تقسیم کرد. کار هر روز را همان روز باید انجام داد. بر نبی خدا. درود خداوند بر شما باد. خوش آمدی برادر. چه میکنی برادر؟ خداوند شما را حفظ کنه.
از من چه کاری ساخته است؟ چگونه بگویم خداوند بر مکنت شما بیفزاید. شنیدم رسول خدا برهنه ها را تنپوش عطا کرده و گرسنه ها را اطعام می کند. توان کار ندارم، پیری فقیرم و چند فرزند گرسنه و عریان. چشم امید به سوی شما به سوی خدا داشته باش. بیا برادر، بیا و لحظه ای بیا سای. حتما خسته ای. بیا بنشین، قدری استراحت کن. بنشین. خب از کجا میایی؟ با شما همسایه ام. تا بدینجا فاصله چندانی ندارم. تو اهل همین شهری؟ آری، اهل بسنیه. شنیدید چه گفت؟ شما که گفتید همه جای شهر را به دقت گشته اید. او اهل همین شهر است. بسنیه؟ یا نبی الله، مقصر منم که شما را بی خبر گذاشتم، وگرنه در تمامی بلاد دمشق و شام کیست که گیر خار خانه این شما چنین نباشد؟ نیست برادر. نه شاید شرم حضور تو مانع از ابراز نیازت گردد. مقصر منم که انبان به دوش نکشیده و خود جویای خانه‌ات نشدم. ببین برادر، اینها از آن تو و دیگر حاجتمندان این شهر است که فرزندانم خسته از جستجوی بی حاصل همینک باز آوردند. امید که اگر در حق تو کوتاهی شده بر ما خورده نگیری. رحیمه؟ نمیخواستم این طور بشود. مرا ببخشید که شما را آزردم. نه عزیز من، تو مرا به وظیفه‌ام آگاه کرده ای. من از تو سپاسگزارم، نه ناراحت. اگر تو امروز آگاه هم نمی کردی، فردا باید به روز حساب به خاطر این کوتاهی مؤاخذه می شدم. اینجا قصور خیش را می توان جبران کرد، اما آنجا را چه می کردم؟ می بینی که تو بزرگترین لطف را در حق من کردی. پس تمنا دارم نگرانی به خود راه مده و اینجا را خانه خود بدان. بله یا نبی الله. ایمان عزیزمان را کودکانی عزیز و شیرین است. اگر آنان را خوشنود کنی خدا را خوشنود کرده ای. حتما به روی چشم. یلداد، چه امریست ملایمان؟ برادر عزیزمان را توان بردن این گندم ها نیست. تا به مقصد یاریش میکنی؟ حتما. ما را عفو کنید پدر. اگر اجازه دهید ما یاریش میکنیم. یا نبی الله. هم میتواند وسیله کشت و زرع گردد، هم تجارت. آیا نیاز دیگری هست؟ به سلامت. سلام مرا به همسر و فرزندانت برسان. اگر ایوب از این درد بمیرد بجاست. انبارهای من آکنده از گندم باشد و خانم پر از نعمت، اما در جوار خانه من پیرمردی فقیر به همراه کودکانش سر گرسنه زمین بگذارد. آیا آتش دوزخ را توان تحملتان هست؟ اگر امشب کودکان این مرد سر گرسنه زمین میگذاشتند، جواب خدا را چگونه میدادید؟
گمان کرده اید کوتاهی در حق فرزندان گرسنه این پیرمرد جز خشم خدا را به همراه دارد؟ از اینکه شما را آزرده ایم پوزش می‌طلبیم. سوگند خدا را که از این پس لحظه ای از فرمان رسولش غفلت نخواهیم کرد. اطعام نیازمندان تنها رفع حاجت مادی ایشان نیست. شما با این کار دین خدا را نیز وسعت می‌بخشید. به راستی سزاوار این همه تندی بودند؟ شاید نه، ولی از خشم خداوند می‌ترسم. آنان فرزندانی صالحند که هم و سعیشان در خدمت محرومان مصروف می شود. من از آنان راضیم. خداوند یاریشان کند. اما در خصوص کمک به مسکینان باید که سختگیر باشم، چرا که امانتدار آنانم و امین باید که حق امانت را به جای آورد. سلام بر گزیده ترین بندگان خداوند در زمین. باز هم صدای نامیمون آشنای دیری. آشنای دیرین آری، اما نامیمون کم لطفیست، چرا که خبری خوش آوردم. حتما خبری خوش برای خوشحالی من. خبر از برای عالم هستی است. 4مین مرتبه از عالم غیب کاملا درست فهمیدید. مجامع گوناگونی از ملائک را دیدم که سخن از بهترین بنده خداوند در میان داشتند. بدین جا نیامدم مگر آنکه نامان بهترین شایسته را به عرض برسانم. خب این به قول تو بهترین کیست؟ مشتاق شنیدنی هم؟ مشتاق؟ مشتاق شنیدن گفتار تو نیستم.